عیسی خودش را نشان می‌دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند زندگی ما و شما را از خطاگی‌ها پاک کرده و ما را به راه راست هدایت کند. وقتی که عیسی زنده شد، دیگر باره خودش به شاگرداش نشان داد. شاگرداش در اول باور نکردند که او زنده شد. لیکن عیسی به خاطرشان آورد که گفته بود که وی می‌میره و باز زنده میشه. در کتاب مقدس این موضوع چنین آمدگیه. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که شاگردای عیسی در باره‌اش صحبت می‌کردند، ناخواست عیسی در بینشان پیدا شد و ویها گفت: خدا شما را برکت دهد. شاگرداش ای ترسشان خیال کردند که ارواح دیدستند. عیسی از شاگرداش پرسید: چی خم می‌ترسین و در دلتان ناباوری پیدا شده؟ و دست و پاچه هام نگاه کنین، بینین که این من هستم. مده دستاتان را رسانده بینین که من بدن و استخوان دارم، ارواح بدن و استخوان نداره. این گپا را گفته دست و پاچه هاش نشان داد. شاگرداش ای خرسندی باوریشان نمی آمد و خیلی وقت در حیرت بودند. عیسی از شاگرداش پرسید: یگان چیزی خوردنی دارین؟ شاگرداش عیسی را یک برده ماهی پختگی دادند. وی ماهی را در پیش نظر شاگرداش خورد. بعد به شاگرداش گفت: او گپایی که وقتی خطیتان بودم به شما میگفتم معناش انا همین بود. همه چیزهایی که در باره من در شریعت موسی نوشته شدگی، گفته های پیغمبرها، بعد چیزهایی که در کتاب زبور نوشته شدگی باید اجرا شود. عیسی بعد از گپ زدنش ذهن شاگرداش را روشن کرد که شاگرداش معنای همه نوشتگی ها را فهمیده تانند. بعد به شاگرداش گفت: موافق نوشته ها تعیین شده خدا باید عذاب کشیده می‌مرد. بعد روز سیوم ای مرده ها زنده میشید. به نام او از بیت المقدس سر کرده به تمام خلق‌های جهان توبه و بخشیدن گناه ها برده رسانده می شود. شما شاهدهای همین واقعه ها هستین. من به شما چیزی از پدر وعده کردگیم را رای میکنم. شما تا وقتی از آسمان قوت گرفتنتان در بیت المقدس مانین. عیسی شاگرداش بیرون شهر بود. قطعشان تا بیت الهینی گفتگی جا گپ زده رفت. بعد دستاش بالا برداشته شاگرداش برکت داد. وقتی که برکت میداد ناخواست ای شاگرداش جدا شده به آسمان رفت. برای که همه حادثه نقصتر در خاطرمان مانه، بار دیگر همه قصه را یادرس میشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که شاگردای عیسی در باره‌اش صحبت میکردند، ناخواست عیسی در بینشان پیدا شد و ویها گفت: خدا شما را برکت دهد. شاگرداش ای ترسشان خیال کردند که ارواح دیدستند. عیسی از شاگرداش پرسید: چی خم می‌ترسین و در دلتان ناباوری پیدا شده؟ و دست و پاچه هام نگاه کنین، بینین که این من هستم. مده دستاتان را رسانده بینین که من بدن و استخوان دارم، ارواح بدن و استخوان نداره. این گپا را گفته دست و پاچه هاش نشان داد. شاگرداش ای خرسندی باوریشان نمی آمد و خیلی وقت در حیرت بودند. عیسی از شاگرداش پرسید: یگان چیزی خوردنی دارین؟ شاگرداش عیسی را یک برده ماهی پختگی دادند. وی ماهی را در پیش نظر شاگرداش خورد. بعد به شاگرداش گفت: او گپایی که وقتی خطیتان بودم به شما میگفتم معناش انا همین بود. همه چیزهایی که در باره من در شریعت موسی نوشته شدگی، گفته های پیغمبرها، بعد چیزهایی که در کتاب زبور نوشته شدگی باید اجرا شود. عیسی بعد از گپ زدنش ذهن شاگرداش را روشن کرد که شاگرداش معنای همه نوشتگی ها را فهمیده تانند. بعد به شاگرداش گفت: موافق نوشته ها تعیین شده خدا باید عذاب کشیده می‌مرد. بعد روز سیوم ای مرده ها زنده میشید. به نام او از بیت المقدس سر کرده به تمام خلق‌های جهان توبه و بخشیدن گناه ها برده رسانده می شود. شما شاهدهای همین واقعه ها هستین. من به شما چیزی از پدر وعده کردگیم را رای میکنم. شما تا وقتی از آسمان قوت گرفتنتان در بیت المقدس مانین. عیسی شاگرداش بیرون شهر بود. قطعشان تا بیت الهینی گفتگی جا گپ زده رفت. بعد دستاش بالا برداشته شاگرداش برکت داد.
вақте ки баракат медод, нохост аз шогирдош ҷудо шуда ба осмон рафт.